الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، امروز هم که باشد به خواست خداوند متعال یک احادیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشکش شما میکنم و از همه شما خواهش دارم عزیزان در این صحبتی که من میکنم با دقت گوش کنید و این نوار رو به یار و دوستان خود تقسیم کنید. یک برادرم یک خواهرم اگر از این نوارهای من شما اگر اصلاح شوند، انشاءالله این نعمت بزرگی است که الله نصیب من شما میگرداند. با خاطر یک مشکلات امروز در جامعه اسلام نظر کردم دیدم و پیامبر رابطه به این مشکلات چی میفرماید به سمع شما میرسانم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید من لا یکرم کبیرنا او صغیرنا فلیس منا. پیامبر میگوید هر کسی از خودش کلانسالها را حرمت نمیکند یا از خودش خردسالا را حرمت نمیکند او از ما نیست. رسول الله میگه. من خواستم رابطه در می حدیث پیامبر اندک صحبت داشته باشم. اگر هر انسانی را که توفیق الله برش به پرگی باشد، هر حدیث پیغمبر را درک میکند، هر آیت قرآن را به عقلی که الله دادستش درک میکند. امروز که همو توفیق، همو هدایت، همو ایمانداری که در ما و شما کم که هسته، آیت قرآن هم بخونیم، حدیث پیامبر هم بخونیم یا که بشنویم، لیکن درک کردن میتونیم به خاطر که فهمی سخن نداریم. نگاه که رسول الله در اینجا میگه کسی که از خودش کلانسال حرمت نمیکند، برای خردسالا در کار هسته که از خودشون کلانسالای هسته. علال خصوص ما در ملک غریبی کار میکنیم، باید هر کسی که سن سالش از ما کلانسال هسته تا جایی که میتونیم از دیدگاهی اسلام از خود کلانسال باید چکا کنیم؟ طبق اسلام حرمت احترام کنیم، عزتش کنیم. لیکن در دوام حدیث پیامبر چی میگه؟ با کلانسال که خردسال حرمت نمیکنه. نگاه که رسول الله فقط نمیگوید که در اینجا خردسالها کلانسالها را فقط حرمت کنن بس، بلکه میگوید که با کلانسال که خردسال حرمت نمیکند او از ما نیست. لیکن کلانسالها هم باید چکار کنن؟ از خودشان خردسالها را هم باید حرمت کنن. اگر هر کسی که مسلمانی واقعی باشد هم از خودش کلانسال حرمت میکند هم از خودش خردسال. چگونه که انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید که پیامبر در کوچه که میرفت با کودکو هم سلام میکرد. امروز من و شما را یک وبای، یک بگیم فتنه فرا گرفته است که از خودمون خردسالا را توجه نداریم. علال خصوص در همین ملک غریبی کار میکنیم، بعضی برادرای کلانسال نظر میکنی که مقصد به تازگی رعایت نمیکنن، با معامله خوب رعایت نمیکنن، هر طور بخواه صحبت میکنن، خردسالا را حقشون پایمال میکنن، اونها را دشنام و دیگه گپا میدین. لیکن یک سخن مهم اینجا است برادر که وقتی که این نوار ما را گوش میکنی ممکن سن سال کلام باشه، از سخنهای ما بنده ملال شه، ناراحت شه، لیکن من برای جان خودت میگم که تو فردا فرزند داری. تو وقتی از خودت خردسال حرمت که کردی، پگه فرزندی تر یک کس حرمت میکنه. فرزندی تر هم که خردسال وقتی کلان میشود یک انسان فرزندی تر حرمت میکنه. لیکن یا از خودت کلانسال حرمت کردی یک کس تر هم حرمت میکنه. کما تدین و تدان پیامبر میگه هر معامله که هم معامله را منتظر شه. به همین خاطر مسلمان از زیبندش ایه که از خودش کلانسال هم حرمت کنه و از خودش خردسال هم حرمت کنه، یعنی در چارچوبه اسلام با تازگی رعایت کنه. در اکثر جامعه خردسال میخیزه، مقصد با تازگی رعایت مینه، کلانسال نگاه میکنه، حتی زورش میگه که همون طعام خره، در همون چیزی که طعام خره همون را تازه کنه، بشوه تازه کنه، یا که جای خواب و منزل خیچه تازه کردنش زور میاد، سن سال خیچه کلان میگیره.
حالا اینکه عایشه مادرمون میگوید رضی الله عنها که پیامبر می نشست مثل آدم عادی، در سر دسترخوان می نشست مثل آدم عادی، پیامبر میخور مثل آدم عادی. نگاه که پیامبر همه کارا برای چی مثل آدم عادی میکرد؟ به خاطر که من بعد امتش خرجا کلان نگیره، مقصد کم تر سین سالش که رفت خرجا کلان نگیره، دیگه مردم توجه نکنه، دیگه از خودش خردسالا را حقشون پایمال کنه، دیگه هیچشون نشماره. اکثر امروزه کلانسالای را میبینه چی خلقی بیزه بدارن، چی رفتاری بیزه بدارن نسبت به خردسالا. و یک حکمت دیگه از این حدیث اینه که عزیزان که وقتی تو از خودت خردسالا را حرمت میکنی، یعنی چخه؟ یعنی وقتی کلانسالی که میخیزه تای پای خچه تازه میکنه، پسوده های خچه میشوه تازه میکنه، خردسال میبینه عبرت میگیره، در از جاش خیسه ایرم چکو میکنه، به تازگی رعایت میکنه. لیکن وقتی کلانسال اگر هیچ توجهی نکرد، یک بار مقصد به تازگی رعایت نکرد، خردسال دیگه مونده میشود، چکو میکنه؟ او را رنگ همواره به جزیره رو میدهه. به این خاطر از همه شما خواهش میکنم که این حدیث پیغمبر را درک کنی که باید هم از خودت کلانسال حرمت کنی و از خودت خردسال هم باید حرمت کنی. همدیگر که حرمت کی کرده به حق همدیگر میرسه. و او برادری که امروز سین سالش کلان است، از خودش خردسال حرمت نمیکنه، توجه نداره، هر طور بخواه گپ میزنه، هر طور بخواه معامله میکنه، ما با پرگی میگم که او برادر در همو خاندانش نه زنش نه فرزندش هم حرمت نمیکنن. بعضی برادرای را در غربی میبینی که سین سالش کلان است، همو کتگی میکنه، لیکن در پیش زن و فرزندش هم قدر قیمت نداره. الله شاید ای رحمه میدونه. لیکن وقتی که یک برادر حرمت کردی، چی از خودت کلانسال باشه چی از خودت خردسال باشه، در همو خاندانت خودت حرمت میکنن. به خاطر یک کس حرمت کردن هم ای هم ای خلقی نیکوه، یعنی ای خراکتری خوب است. پروردگار مهربان همه ما و شما را توفیق بده که به این حدیث پیغمبر عمل کنیم، از خودمو خردسالا را هم حرمت کنیم و از خودمو کلانسالا را هم حرمت کنیم، تا که پروردگار مهربان رحمتش بالای سر ما و شما ریزانده بگردانه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.